سلام به همه مردم تاجیک، خوش آمدین به کانال ارزنده. نام من نیلوفر می باشد. امروز ما پخت و پز میکنیم. انیقترش شیرینی تیار میکنیم که بسیار آسان است و عجایبات به مزه می باشد. من حرکت میکنم که تا که پخت و پزهای بسیار آسان با مزه و محصولات کم داشته را برای همه شما تیار کنم تا که هر یک ما امکانیت تیار کردن را داشته باشیم. سال نو نزدیک شده است و وقتی که به مغازه می روید محصولات نمیابی یا که محصولات کم است و برای شیرینی ما محصولات زیاد هم لازم نیست و ما تنها لازم است شکر، روغن سیمچکه، 3 تا تخم، آرد، رزلیخلیسی. اگر که شما ونیلین داشته باشید حتما استفاده برید، بسیار خوب می شود. افسوس که در خانه من ونیلین نداشتم. و برای زیبایی شیرینی ما و ما کاکائو لازم است. شیرینی را تیار میکنیم. 3 تا تخم را می اندازیم. و سیوم تخم را ما تنها سفیدیش را می اندازیم. زردیش را در یکان چیز دیگر می گیریم. برای زیبایی شیرینی ما لازم می شود. و 5 قاشق شکر را نیز می اندازیم. اگر که باز شما شیرین‌تر خواهید می توانید باز بسیارتر شکر اندازید. شکر و تخم را آمیخته میکنیم خوب تا که شکر کمی هم آب شود. و در دوامش 10 یا که 11 قاشق روغن رستنی را نیز آمیخته میکنیم. رزلیخلیسی را نیز میاندازیم. همه این را نیز آمیخته میکنیم. اکنون آرد را هم میاندازیم. اکنون خمیر را با دست ما باید آمیخته کنیم که خمیر ما نه آنقدر سخت و نه آنقدر ملایم باید باشد. تیار شد. ما خمیر را در لیست دخوفه میگذاریم. خمیر ما همین طور نه سخت و نه ملایم باید باشد. اکنون ما این خمیر را 2 تقسیم میکنیم. برای زیبایی خمیر ما زردی تخمی که جدا کرده بودیم استفاده میبریم. کمی کاکائو میاندازیم و آمیخته میکنیم کاکائو زردی تخم رو. انا همین طور که شد ما اکنون به بالای خمیر میمالیم تا که شیرینی ما زیبا شود. ما باید شیرینی خود را نه تنها با مزه و باز زیبا کنیم و با استفاده بیکر ما شیرینی را باز هم زیباتر میکنیم.
شیرینی های ما انا همین نماد زیبا شده و اکنون این شیرینی رو ما با دخوفکه با 180 درجه گرمی در 30 دقیقه تیار میکنیم و دخوفکه میگذاریم و نگاه میکنیم که وقتی که شیرینی ما تگش سرخ شد ما وی را با بالا میگذاریم. شیرینی رو خبر میگیریم تگش کمی سرخ شده است. اکنون ما این را با بالا میگذاریم تا که بالاش هم سرخ شود. شیرینی ما هم تیار شد. اکنون کمی انتظار میشویم که تا که شیرینی ها خنک شود و ما شیرینی ها را میده کنیم. شیرینی های ما خنک شدن. اکنون ما این شیرینی ها را انا همین طور میبریم. شیرینی های ما عجیبات خوشبو شدن. اکنون ما همه این را به طبق میگیریم. شیرینی که ما امروز تیار کردیم بینید تا چقدر زیبا هست و عجیبات و مزه می باشد. من باوری دارم که هر یک شما این شیرینی را تیار میکنید. این نماد شیرینی را شما نیز برای نزدیکان خود تیار کنید و در کامنتار نویسید که این شیرینی برای شما مقبول شد. اگر که با شما این ویدیو من مقبول شده باشد حتما لایک کنید. با همه شما اشتهای صاف، صحت و سلامتی، خرسندی و تمام خوشی‌های زندگی را خواهانم. خیر، تا دیدار.